بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الإسلام، قبل از همه در این روز سعید جمعه، روزی اجابت دعا کنیم پروردگارا. امروز جمعه و همه روز و همه وقت و همه سال ما را مبارک با برکت پروردگارا. قبل از همه دعا کنیم حالا آسیب دیدنگانی که در ناحیه‌های طبی رشت اونجا آسیب دیدن و رشت تاجیک‌آباد و در حق برادرانی که چند برادرانی تصمیم گرفتن جای نمازهای کمی که نشده رو فرسوده شده یا که داغدار رو بردن شستند و آوردن. خداوند عزوجل با اونا هم خیر برکت زیاد بدهد. دعا کنیم پروردگار همه روزی ما رو با برکت، همه ما و اهل خانواده و فرزندان ما و جمله مؤمنین هموطنان ما را از اسراف و از اسرافکاری پروردگار رو دور نگه بدار. پروردگار رو در زندگی همه ما را کامیاب و موفق بگردان. همه حاضرین را عمری درازی به درد با برکت، کامیابی های دائمی، عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. خصوصا اونهایی که برای تعمیر مسجد همیشه سهم گذاری میکنن، در عوض این همه عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب روزیشون بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. و همه اون ضرر دیدگانی که در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد، خداوند صبر جمیل و در عوض این وزینی ها برایشان اجر و پاداش، خیر و برکت و سعادت نصیب روزی بگردان. پروردگارا تمام بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل و مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف در زندگی و کسب و کار و رزق و روزی و مهنت و زحمت و اهل و خانواده و فرزندانشان برکت و سعادت ابدی نصیب روزی بگرداند. پروردگارا همه این حاضرین یکی به امید خانه‌ات آمدند و دستی امید به سوی خودت برداشته‌اند، همگان را عزت و برکت و سعادت دارین نصیب روزی بگردان. پروردگارا در این روزی سعید جمعه گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور رحمتت منور و از ما خوشنود و خوشحال راضیشان بگردان. پروردگارا قلبهای ما، اهل و خانواده و فرزندان و آیندگان ما، کشور ما را با شرافت قرآن، با برکت قرآن، با عظمت قرآن و با نور قرآن منور و نورانی بگردان. پروردگارا تمام آفت و ضرر و خطر و فتنه ها را ببردار، فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگارا بین مردم ما در کشور، امت اسلامی، اخوت و محبت و دوستی و برادری و یکدیگر قدر کنی و یکدیگر فهمی را ارزانی و دائمی بگردان. پروردگار مدتی هست استاد در اینجا مهنت و زحمت میکشند و صاحبکار و مبلغ گذاری ها کرده ایستاده‌اند. در عوض این همه مهنت و زحمتشون و همه سهم و مبلغ های گذاشته و میگذاشته اشون، پروردگارا در عوض این همه برایشان عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. پروردگار هموطنان عزیزی ما در خارج کشور مهنت و زحمت میکشند، برای لقمه حلالشان رفتند و زحمت میکشند. از تمام ضرر و خطر در پناه عصمت خودت نگه بدار، در کسب و کارشان برکت عطا فرما و با برکت و با عزت به نزد پیوندانشان سالم بر بگردان. پروردگار همه حاضرین دستی امید به سوی خودت برداشته‌اند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. تمام بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل، مشکلی داران را در این روز سعید جمعه و روز اجابت دعا، تمام مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزیشان برکت دائمی نصیب و روزی بگردان. صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.